سلام و وقتتان بخیر. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید آزادی 7000 زندانی دیگر طالبان بر روند صلح تأثیر مثبت نخواهد داشت. مولوی رحمت الله اندر گفته است قبلا نیز رهایی 5000 زندانی طالب سبب کاهش خشونت نشده است. قرار است فردا در دوحه بحث‌های رسمی و جدی میان هیئت‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان آغاز شود. شورای عالی مصالحه ملی میگوید امروز مشوره‌ها میان این دو گروه جریان دارد. برنامه دسترخوان ملی امروز عملاً در 34 ولایت کشور آغاز گردید. در مرحله اول این برنامه که 123 ولسوالی و 12896 قریه را در بر میگیرد به 1.6 میلیون خانواده کمک صورت خواهد گرفت. شرکت هوانوردی ملکی افغانستان 100 میلیون دلار از اثر کرونا ضرر کرده است. اداره هوانوردی ملکی میگوید تلاش دارند تا شرکت‌های هوانوردی با شکست مواجه نشوند. و وزارت صحت عامه کشور میگوید 230 واقعه جدید کرونا در 24 ساعت گذشته به ثبت رسیده است. بر بنیاد معلومات این وزارت در این مدت 6 تن از اثر این بیماری جان دادند.